چند منبع نزدیک به مقامات حفظ حقوق تاجیکستان روز 1 فوریه سال 2024 به پایگاه خبری بام داد خبر در پایان ماه ینور برکنار شدن دست کم 5 ژنرال بلندپایه و پرنفوذ وزارت کارهای داخلی جمهوری را تصدیق کردند. بنا به اطلاع منصوبت بامداد، رحمانزاده سعید نقش حکیم ژنرال مایور میلیشیا از مقام معاون وزیر، رمضانزاده سهراب کرامت الله ژنرال مایور میلیشیا از مقام سردار ریاست کادرها و هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی، علیزاده انورجان جمعه ژنرال مایور میلیشیا از مقام سردار خدمات دولتی محافظه، رحیمزاده عبدالرحیم از مقام سردار ریاست هفتم وزارت کارهای داخلی و رزویدکا و حفیظزاده شادی خورشید ژنرال مایور میلیشیا و داماد رحمانقل رحیمزاده برادر کلانی وزیر داخلی رمضان رحیمزاده از مقام سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه معلوم به اوباپیو شعبه ششم برکنار کرده شد. از این شمار سعید نقش رحمانزاده با قرار رسمی حکومت هنوز روز 27 ینور سال 2024 از مقام برکنار شده بود، ولی برکناری 4 نفر دیگر روز 31 ینور اعلام کرده شده است. منابع آگاه بامداد میگویند آوازه های همچرخ میزنند که از بالا دستور شده است که تا این نفران برکنار شده دیگر به وظیفه های رهبری کننده پیشنهاد کرده نشوند. اینها دایره تاثیرگذار و نزدیک به وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده بودند و همه کار وزارت را همینها حل میکردند، از جمله در مسئله تعیین و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده. گفت یکی از منصوبتان بامداد در حالی که سن سعید نقش رحمانزاده به 62 رسیده، وقتی به نفقه رفتنش هم فرا رسیده بود، انورجان علیزاده مگی 51 سال، سهراب رمضانزاده 45 سال و شادی حفیظزاده مگی 43 سال دارند و هنوز به سن نفقه نرسیدند. درباره عبدالرحیم رحیمزاده به دلیل نازکی‌های جای کارش که بر رزویدکا سر و کار دارد در منابع باز یگان معلومات وجود ندارد. بجز از قرار برکناری سعید نقش رحمانزاده، فرمان برکناری باقی ژنرال‌های وزارت کارهای داخلی هنوز رسما در سامانه وزارت کارهای داخلی نشر نشده است و درباره اینکه بجای آنها کیا به وظیفه‌های کلیدی تعیین شدن نیز تا حال معلومات در دست نیست. اولین شده درباره برکناری رهبران بلندپایه وزارت کارهای داخلی شام 31 ینور داداجان توولویف ژورنالیست و سیاستمدار تاجیک مقیم آلمان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. او از برکناری دست کم 8 منصبدار بلندپایه این وزارت با شمول دست کم 4 ژنرال خبر داد که این تغییرات کادری را تبادلات در وزارت کارهای داخلی نامید. به اطلاع او علیرغم خواست وزیر رمضان رحیمزاده صورت گرفته است، زیرا این افراد برکنار شده به تعبیر داداجان اتوولویف نزدیکترین و با وفادارترین اطرافیان رمضانزاده بودند. داداجان اتوولویف نوشته است که به این ترتیب مسئله از مقام رفتن خود وزیر کارهای داخلی نیز در دست بررسی قرار دارد. رمضان رحیمزاده را حاضر از کار میگیرند و یا با همراهی سید مومن یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی بعد امضای سازشنامه با قرقیزستان بازمکوف وزیر می شود یا شورخ سعیدزاده. سوال گذاشته است داداجان اتوولویف. بازمکوف نسب قبلی عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بوده. شورخ سعیدزاده سردار ریاست کوفتکوف جنایتی این وزارت و دوست نزدیک رستم امامعلی پسر کلانی و وارث احتمالی پرزیدنت امامعلی رحمان است. یادآور میشویم روز 19 ینور سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس شورای امنیت این کشور نیز است، در جلسه شورای امنیت از سطح پست کسبی ناهوده براره نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی، راه دادن به حالت‌های کرپسیونی، زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، دست زدن بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق به تندی انتقاد کرد و سپارش داد که تمام رهبران ساختارهای حفظ حقوق و نهادهای قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب با شمول دادستانها با معاونانش، سرداران و معاونان سردار میلیشیا، اگنتی مبارزه با کروپسیا، اگنتی مبارزه با مواد مخدر، گروه‌های فوری کمیته دولتی امنیت ملی را از منصب راندند. امامعلی رحمان همچنان فرمان 30% اختصار کردن شماره کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را امضا کرد.